این معلم میفرماید مثل صلوات الخمس کمثل نهر جار غمر على باب احدکم. حبیب خدا میگه نماز شما این جمله های زیبایی که از زبان من برآمده است اینها را تحلیل هاشون خوانین و شما عاشق 5 وقت نماز شوین و این 5 وقت نماز به این خاطر اگر خوانین من مکافات برای شما در دوام حدیث بیان میکنم. حبیب خدا میگه مثال 5 وقت نماز مثال یک نهری هست. نهر گفته ما و شما در همین لغت گویم که تاجیکی خودمان کلمه نهرم استفاده میبریم، همچون یک دریا. مثال یک دریایی هست. ببین جارین غمرین، حبیب خدا مثل یک دریایی که جاری شونده هست، مثل یک دریایی که بسیار چقوری دارد. علی باب احدکم، در تصور کنید میگوید حبیب خدا که این گونه دریا در نزد دروازه هر کدام شما وجود دارد. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. 5 وقت نماز شما تمام گناههای شما را نابود میگرداند. این آبازی کردن در دریا این تمثیل و این مثال این دارد. خدا رحمت کند حضرت ربیعه ابن مالک فقیر بودند. تاریخ میگوید ولد فقیرا عاش فقیرا و مات فقیرا. به دنیا آمد در عائله کم بغل بود. عائله بود که بیچاره ها هیچ شرایطی نداشتند. فقیر بود که بازم این فقیریش قناعت به سوی خدا داشت. همه فقیریش از پروردگار میدید. تولد شد میگوید در عائله کم بغل. عاش فقیرا، به وایه رسید، کلانسال شد، صاحب زن و فرزندم که شد، تا حال فقیری از او دور نبود. فقیر بود، نادار و بیچاره بود. خیلی فقیری را از سرگذرانیدن و در فقیری قناعت پیدا کردن کاری هر یک شخص نیست. کاری هر یک شخص نیست. و مات فقیرا، زمانی که میگوید از دنیا هم که گذشت، حضرت ربیعه ابن مالک از دنیا کم بغل گذشتند. هیچ مال و ملک از او به زن و عیال و فرزندش میراث باقی نماند. هیچ چیز نماند. همگیش از دست نیست، چیزی در خاندان نیست. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هسته. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم. انا اعطیناک الکوثر
هر یک آیاتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نوشته، هم به زبان کریلیکی نوشته، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیچ چیز نمان، همگیش از دست نیست، چیزی در خاندان نیست. باره میگوید به نزد حبیب خدا آمد و حبیب خدا میگوید دمی سحر بود، آمد ربیعه میگوید در پهلوش نشست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جانب این ربیعه ابن مالک نظر کرد و گفت سل ما شئت، ای ربیعه یک چیزی بخوا که من در حق تو دعا کنم. بخوا یکان چیزی. چی میخواهی؟ حضرت ربیعه که عاشق الله بود، عاشق محمد صلی الله علیه و سلم بود، عاشق قرآن بود، گفت خود حضرت یک ساعت به رسول اکرم طاقت نداشت. همیشه میگو من دوست میداشتم که فقط در پهلوی رسول اکرم باشم. خانه میرم، در خانه غمگین میشم تا چهره رسول اکرم اگر نظر نکنم. محب بودند، دوستدار بودند. میگوید آب طهارت بر رسول اکرم میداد، کفش‌های حبیب خدا را پیش پا میگذاشت. در جنگ ها میگوید نزدیک خیمه حبیب خدا بود، نزد دروازه خیمه خواب میکرد تا که دشمن اول از او گذرد و بعد بر رسول اکرم رسد. دفاع میکردند. اسلامشان دوست میداشتند، پیشواشان دوست میداشتند، پیشواشان در خلوتی تنقید نمیکردند، پیشواشان در پنهانی غیبت نمیکردند، بلکه دوست میداشتند. چی میخوای ربیعه در حق دعا کنم؟ حضرت ربیعه پروای دنیا نداشت. دنیا را میدانست که چیست، میدانست که دنیا چیست. بازیچه است، بازیچه است. طفل فریب این متاع دهر، به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها، نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. اونایی را میدانستند، اونا میدانستند که حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا فرزانه، یا مثال توده برف است در فصل بهار، هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. اونا این دنیا را میدانستند. چی گفت؟ اسألک مرافقتک، حبیب خدا یگانه چیزی که میخواهم این است که در جنت همراه تو باشم. سؤال من از تو این است، خواهش من از تو این است. حبیب خدا دست بردار، دعای تو در نزد پروردگار قبول است. فقط خواهشم این است که چگونه در دنیا همراه تو بودم در جنت هم همراه تو باشم. اینم میخواهم. حبیب خدا چی گفتن؟ او غیر ذالک، ربیعه غیر این چی میخواهی؟ غیر این چی میخواهی؟ حضرت ربیعه تکرار به تکرار فقط پهلوی تو را در جنت میخواهم، فقط همراهی تو را در جنت میخواهم. لیکن حبیب خدا چی گفت؟ اعینی نفسک بکثرت السجود. اگر گو خواهی که فردای قیامت همراه من باشی، خواهی که در جنت همراه من باشی، تو مرا در شفاعتم یاردم کن با 5 وقت نماز خواندن. مرا یاردم کن. گفت شفاعت من برای تو در روز قیامت به اذن پروردگار، خواهی که اجرا شود در دنیا به نماز مرا یاردم کن، از نماز دور نباش. حبیب خدا گفتند اگر شما نماز از برای خدا خوانید، در این یگان مقصد و غرض نداشته باشید. نماز باشد که صدقاً از برای خدا باشد، نماز ریایی نباشد، نماز خودنمایی نباشد، نماز ناامیدی نباشد.
دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. نماز بسیار خوب خوانید. حضرت ابوبکر صدیق نماز میخواند، صحابه های گرامی میگفت مثل چوبی را که در زمین میخلانی مثل همون حرکت نمیکرد، میترسید. حضرت علی رضی الله عنه را نمازخوانیش در کتاب صحابه ها حکایت میکند، در بالای جای نماز میلرزید وقتی نماز میخواند. امروز این بی‌پروایی ما و شما را فرا گرفته است. در بالای جای نماز با الله صحبت داریم، پروا نداریم. نمیدانیم که ما کدام امر را اجرا کرده ایستاده ایم، در پیشگاه کی ایستادگی. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر. دست در سبحه زبان در یاد، در دست من تسبیح. دست در سبحه زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، ظاهر من اگر ببینند، کسی که بیند میگد این مولوی است یا یگان شیخ است یا یگان صوفی است یا یگان ایشانزاده است. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. حضرت صوفی اللیار در مسلکش گفتند. اینا را برای چی ما را گفتند؟ مردنت به گفتند، سخت گفتند، به خاطر گفتند که ما بیدار شویم، به خاطر که ما عبرت گیریم که ما چی کار کرده ایستاده ایم، ما چی وظیفه داریم. این نماز چی مهم در نزد پروردگار است تا که از مهم بودن این ما درکدار شویم. نماز من از برای خدا باشد. در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ از جمعه تا جمعه، از جمعه تا جمعه، جمعه گذشت از ما و شما، باز جمعه نوامد. از جمعه تا جمعه، این جمعه که آمدیم، این جمعه هم اگر از برای خدا نباشد شما پاداش نمیگیرین، شما اجر نمیگیرین. جمعه من فقط از برای خدا باشد. جمعه من به خاطر این باشد که روز جمعه روز عید است، روزی هست که از عید قربان و از عید رمضان دیده بالاتر و افضلتر است. این روز برای من باشد که حدیث های رسول اکرم میگوید ساعت قبول دعا دارد. این روز باید که من منتظر باشم و این روز همیشه در آرزوی من باشد که تیزتر آید. جمعه را به خاطر آیم که هم نماز جمعه ما ادا کنم، هم پند و نصیحت را گوش کنم. از جمعه تا جمعه. لیکن جمعه دا آیم و 5 وقت نماز نخوانم، یا جمعه را آمده در اینجا با جماعت خوانم لکن در محله مسجد است، در مسجد جماعت اشتراک نکنم. سخنهای کمال خودجندی. به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد؟ یک بار می آید، در یک هفته یک بار می آید. به مسجد هفته از تو، به مسجد هفته از تو به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت گفتن میدانین که چیکار کرده ایستاده که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، حبیب خدا گفتن مکفرات ما بینهن. از نماز تا نماز، از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان
پروردگار گناه بنده را مغفرت میکند. هر وقتایی که اگر ما دیده و دانسته گناه نکنیم، دیده و دانسته گناه نکنیم، خداوند آن لغزش و آن سهوایی که داریم همگیش از ما و شما میبخشد. به خاطر این بشارت حبیب خدا از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان از جمعه گذشته تا این جمعه آن لغزش هایی که از جانب ما این قوم ما گذشت، خدایا همگی را مغفرت بگردان. خدایا همه عبادت های ما را بی ریا گردان، عبادت های ما را از خودنمایی، از خود بیگانه پرستی خدایا خالی بگردان و خدایا ما را در رحمتت شامل بگردان. خدایا ما را روز قیامت همراه پیغمبران، همراه شهیدان، همراه مجاهدان، همراهان عاشقان مسجد، محبان الله محشور بگردان و خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا در دل همه ما بندگانت محبت ذات خودت، محبت حبیبت، محبت قرآن و اسلامت را زیادتر جایگیر بگردان و این جمهوری ما را پروردگارا آباد و زیبا بگردان. رئیس جمهور هم خدا در حفظ امانت نگه دار که برای بهبودی و برای مشکلات ها را از بالای مردم دور کردن سعی و کوشش ها داره. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادرای خیلی عزیز و گرامی، ما یک چند جمعه از پی تبابت و بهبودی های این ساختمان نو بودیم. اینک این بعد قریب 5 جمعه اولی ماه هست و ما موعظه داشتیم، اگر یادتان باشد تفسیر سوره والضحی بود. والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما تا این آیت قرآن تفسیر کرده آمدیم و آیت رسیدیم الم یجدک یتیما فآوی، که معنا این است که آیا ما تو را نیافتیم یتیم و ای رسول اکرم آیا ما برای تو جایگاه مأوای آماده نکردیم؟ اطراف این آیت قرآن ما صحبت نداشتیم و انشاءالله این آیت مبارکه را من جمعه آینده انشاءالله برای شما شرح میدهم، برای شما وصیح میکنم، زیرا که 3 یا 4 آیت دیگر از این سوره باقی مانده است. اینم به تکلیف چند برادرهای بود که در بین کنده شد، لیکن انشاءالله زنده و سلامت باشیم. این سوره مبارکه را تا به آخر من به شما تفسیر میکنم و خیلی سوالهای زیادم نزد من جمع شده است که چندین جمعه شد که ما فقط موعظه موضوع داریم، از سوال و جواب ها هم خیلی دور موندیم. به این خاطر من خواستم که این جمعه برادرای ما، بعضی مهمان ها در این جمعه ما و شما اشتراک دارن، اولا از خداوند مسئلت دارم که پی قدوم همه این مهمان هایی که من زیارت کردم یا زیارت نکردم، همگیش خداوند در این شهر ما و شما مبارک بگرداند، صحت و سلامت آمدن، آن نیت ها و آن بهبودی هایی که در دینشان میخواستند خداوند موافق نیت هاشان جزای نیک به اینها نصیب گرداند
و صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند. یک برادر ما برای گذرانیدن یک معرکه داشته است، از ما بسیار خواهش کردند و اینجا یک مکتوبم به دستشان آوردن که من با او واخوری کرده میتوانم نمیتوانم. همین مکتوب مرا جواب گردان، جواب همین مکتوب مرا میگردانی و به من وعده میدهی که در معرکه من اشتراک میکنی یا نمیکنی و دیگر آن مکانی که زندگی میکنه دیگر من نام نمیبرم، زیرا شاید اینجا بعد دوام مکتوب یگان سخنی میبراید تا که همون پیشواهایی که الحال اینجا یاد شده است اونها مثال نرنجند. و این خاطر خواستم سوال این برادر را جواب میگویم و جمعه آینده انشاءالله من به شما موضوعهایی که داریم باز آغاز می شود. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. داملای محترم، من شما را بسیار دوست می دارم، لکن یک چیز مرا بسیار ناراحت می کند. می خواهم شما را در توی خودم بیارم، لکن ملاهای ما را نمی مانند. می گویند که اینجا ملا نیست که از کلاب ملا میاری و می گویند که ملای بیار که ایشان زاده باشد تا که در این خانه برکات شود. داملا شما ایشان هستید یا نه؟ من شما را میخواهم چی کار کنم؟ اگر گویم که حاجی مرزا ایشان هست آیا دروغگو هستم؟ من خودم ایشان نیستم. دویم سوال، آیا حضرت عمر مینوش بود یا نه؟ این سوال نزدیکی من یک هفته پیش در حصار بودم، اونجا همین سوال شد که وقتی ما میخواهیم شما را در معرکه خودمان حاضر کنیم پیشواها ما نمیگذارند که شما در معرکه های ما اشتراک کنید. راستی با ما جواب شد که در اونجا گفتیم معرکه ختنه بود، اونجا ما جواب گفتیم، جواب مناسب گفتیم. شاید که آنها خواستن که ما عصبانی شویم، لکن من آدم عصبانی نیستم. من شکر کتاب صبر بسیار خوب خواندگی هستم و صبر برای خودم بسیار پیشه کردگی هستم. هر مشکلاتی که بالا می آید والله که فقط صبر میکنیم. ان الله مع الصابرین است. این برادر ما را دوست نمی دارد، بلکه اینا سخن خدا و پیغمبر را دوست می دارد. اینا می خواهند که در مجلس هاشون صحبت های شود که مردم از اونجا فایده گیرند. به این خاطر است پیشواها نمی مانند. لیکن این برادر می گوید من ایشان نیستم. خیلی مادام ایشان نباشی شخصی را بر که ایشان نباشد، ایشان باشی خیلی ایشان ببر. راستی بار اگر منم که ورق زنم تاریخ حیات خود ما یا تاریخ گویم گذشتگان ما نیز از جمله همون سیدزاده ها و ایشان ها هستیم، لیکن والله که تا امروز من همین ایشانی و سیدزادگی را برای خود مایه افتخار قرار ندادم که من فلانی هستم، زیرا که مرا آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم نگذاشت که ما دعوای ایشانی و سیدزادگی کنیم، نگذاشت. این آیت ها پیش راه ما را گرفت
و گفت اگر تو دعوای ایشانی و سیدزادگی کنی تو غلط کردگی هستی. به این خاطر من این دعوا نکردم. من صدقه همون ایشانی میشوم که در اصل پیروی آیت قرآن و پیروی احادیث های رسول اکرم باشد. ایشان باشی دعوای سیدزادگی کنی، دعوای گویم که نبیره های پیغمبر کنی، لیکن یک گویم که کینه داشته باشی، حسد داشته باشی، آخی ایشان زادگی و سیدزادگی برای تو هیچ منفعت نمی بخشد. حبیب خدا حسد نداشتند، حبیب خدا کینه نداشتند. حبیب خدا حضرت بلال که از حبشیستان بودن دوستش می داشتند. از حبشیستان بود، عرب نبود. حضرت مولوی رومی میگوید اسود از توحید احمر می شود. این اشاره به حضرت بلال بود. حضرت بلال در رنگ، در صورت هیچ زینت و زیبایی نداشتند، لیکن حبیب خدا بلال گفت فقط از آن تو میدهی، فقط از آن از توست. اسود از توحید احمر می شود. حضرت مولوی میگوید ببین اسود گفته سیاه را میگویند، احمر گفته سرخ میگویند، عرب ها را بسیارتر سرخ پوست میگویند. میگوید انامین اسود، انامین سیاه پوست وقتی توحید برای خود اختیار کرد، وقتی خدا شناس شد، وقتی قرآن شناس و پیغمبر شناس کی شد، ویم احمر شد، ویم عرب شد. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. و خیش فاروق و خیش حضرت عمر شد، خیش حضرت ابوذر شد، به خاطر که وی توحید داشت، به خاطر که وی قرآن داشت، به خاطر که وی محب الله بود. که وقتی او را مشرکای عرب عذاب میکردن، بجز کلمه احد از زبانش چیزی نمی برآمد. حبیب خدا نگفت تو از حبشیستان هستی، نگفت تو سیاه‌پوست هستی، تو جدا. حضرت سهیلی از روم بودند. حبیب خدا نگفت تو از روم، تو از ملک عرب نیستی، برای تو جدا اینجا جا نیست برای تو. نگفتن، حبیب خدا جدا نکردن. حضرت سلمان از ایران بودند. حبیب خدا برای خود و یار، برای خود و همصحبت، دوست انتخاب کرد. این بود فعل پیغمبری خدا. مردم جدا نمی کرد، تو کلابی و تو حصاری و تو غرمی. والله که من نمیدانم من کجاگی هستم، من تاجیک هستم، من از تاجیکستان هستم، ما نمیدانیم این چیزا. و همیشه مسئولیتم همین است که باید آن علمی را که خدا به من داده است، اگرچه اندک است، از همین اندک مردم استفاده برند. این از وظیفه من. افسوس که همون برادری، من میدانم که این ایشانی که اگر این سخن گفته باشد، ایشانهای خوب بسیار داریم، ما ایشانهای عالم و ایشانهای خداتر زیاد داریم، لیکن در بین ها بعض جاهل هاشان وجود دارد، بعض جاهل هاشان وجود دارد.